خب هالند، باز هم تنها شدی. باز هم تو موندی و این جاده لعنتی. 65 سالت مرد، 65 سال. همه وقتی به این سن میرسم فکر میکنن دیگه وقت نشستن و استراحته. اما نه برای من. برای من این سن تازه شروع یه سفر جدید بود. سفر برای اینکه ثابت کنم هنوزم میتونم. هنوز هم زندم. هر پیچ، هر دستانداز یه یادآوریه که هنوز نرسیدی. هنوز نه. کیلومترها و کیلومترها فقط برای اینکه یه نه دیگه بشنوی. جالبه نه؟ میدونی هر بار که این فرمون رو تو دستم میگیرم این بوی روغن و بنزین ماشین قدیمی یه جورایی آرومم میکنه. انگار تمام زندگیم تو این ماشین خلاصه شده. یه جورایی خودمم شبیه همین ماشینم. یکم قدیمی، یکم فرسوده. ولی هنوزم میتونم حرکت کنم. هنوزم میتونم برم. نگاهی به نقشه مچاله شده روی داشبورد میندازم. خدایا کدومی که از این خطهای قرمز آبی میتونن من رو به جایی برسونن که یه گوش شنوا برای حرفام پیدا کنم. خدا میدونه در چند هزار مغازه رو باید بزنم و با دست خالی یه نه بزرگ از اون خارج بشم. شاید با خودتون بگین هالند تو خیلی بدبینی. نمیدونم. شاید یه کمی خسته شدم. آخه تا حالا فقط نشنیدم. نه نه نه. و خدا میدونه که یه قراره یک آری بزرگ بشنوم. بفرمایید آقا، چی لازم دارید؟ سلام آقا، من از کنتاکی میام. یه مسئول جدید دارم که مطمئنم میتونه انقلابی تو کسب و کارتون ایجاد کنه. یه دستور پخت مرغ خوشمزه. مرغ؟ آقا ما خودمون مرغ داریم. مرغ ما تازه و محلیه. دیگه چه نیازی دستور پخت شما رو امتحان کنیم؟ باور کنین دستور پخت با هر چی که تا حالا پختین فرق میکنه. ببینید آقا، وقت ندارم. سرم شلوغه. مشتری‌ها منتظرن. چرا باید برای دستور پخت غذا پول بدم؟ خیر پیش. آه خدای من. دوباره تکرار شد. یه قضاوت سریع، یه نگاه سطحی و باز هم یه نه بزرگ. خوب اون روزا رو یادمه. فقط 7 سالم بود. مادرم مریض شده بود. پدرم هم که نبود. چون اون خیلی زود برای همیشه ما رو ترک کرد. بعد از مرگ پدرم زندگیم برای همیشه تغییر کرد. مسیر سختی پیش رو داشتم. چون از همون بچگی شدم مرد خونه. از 7 سالگی مسئولیت زندگی افتاد رو دوشم. باید آشپزی میکردم. باید از خواهر و برادرم مراقبت میکردم. چون مادرم مجبور بود هر روز ساعتها بیرون از خونه کار کنه تا بتونه شکم ما رو سیر کنه. مامان به هم یاد داده بود چطور آشپزی کنم. اون روزا یه تیکه گوشت، یه ذره سیب زمینی میتونست غذای یه هفتمون باشه. باید یاد میگرفتن چطور از هیچ چیزی خلق کنم، چطور طعم بدم به چیزایی که خودشون بیمزه بودن. شاید اونجا بود که عشق به آشپزی تو وجودم شکل گرفت. عشقی که نه برای پول بود و نه برای شهرت. فقط برای زنده موندن بود. برای سیر کردن شکم‌هایی که به من چشم دوخته بودن. شاید این یکی با بقیه فرق داشته باشه. کیه؟ چی میخوای؟ سلام آقا، من یه فرصت عالی کسب و کار براتون آوردم. یه دستور پخت جدید برای مرغ که فوق‌العاده خوشمزه است. مرغ؟ بازم مرغ؟ آقا ما اینجا رستوران داریم. ما خودمون غذای عالی میپزیم. ما به این چیزا نیازی نداریم. شما با این لباس سفید و اون پاپیون مشکی بیشتر شبیه دلقک مرغ فروشی. برو آقا، برو پی کارت. دلقک؟ آره شاید راست میگی. شاید تو نگاه بقیه من یه دلقکم. یه پیرمرد که به جای اینکه بشینه تو خونه و نوه‌هاشو بغل کنه افتاده تو جاده ها و دنبال یه رویا میگرده. رویایی که خیلی ها بهش میخندن. اشکال نداره، اینم میذارم کنار همه توهین هایی که از بچگی تا حالا تحمل کردم. پونزده سالم بود. دیگه نمیتونستم اونجا بمونم چون مادرم دوباره ازدواج کرده بود و ناپدری داشتم. زندگی تو خونه شده بود جهنم. تصمیم گرفتم برم. تصمیم خودم رو گرفتم و سوار یه قطار باری شدم. بدون اینکه بدونم کجا میرم. فقط میخواستم فرار کنم از اون وضعیت، از اون بدبختی.
خیلی زود کارگر راه آهن شدم، بعد کشاورز، بعدش هم فروشنده بیمه. هر کاری که فکرشو بکنید انجام دادم، از کارگری تا معدن گرفته تا فروش لاستیک ماشین. دستام پر از پینه بود، بدنم از خستگی بی‌حس می‌شد، اما هیچ وقت از کار کردن خسته نشدم. هیچ وقت از تلاش کردن دست بر نداشتم. یاد گرفته بودم که اگه چیزی می‌خوای باید براش بجنگی، باید از جونت مایه بذاری. حتی تو اون سالا وقتی تو مسیرهای طولانی رانندگی می‌کردم، بیمه می‌فروختم، همیشه طعم غذاها تو فکرم بودن، طعم‌هایی که میتونستم خلق کنم، طعم‌هایی که میتونستن مردم رو خوشحال کنن. یه ساعت دیگه رانندگی کردم، رسیدم به یه رستوران دیگه. این دیگه کمی بزرگتره. خدا کنه این بار کمی شانس بیارم. بفرمایید آقا. سلام خانم، من یه دستور پخت مرغ دارم که فوق‌العاده خوشمزه است و میتونه رستورانتون رو متحول کنه. وای چی؟ دستور پخت غذا؟ نه اصلاً. ما تو رستورانمون فقط غذای خانگی سرو میکنیم. مادر بزرگم این دستور به مادرم داده، مادرم هم به من. ما نمیتونیم دستور پخت یه نفر دیگر رو استفاده کنیم. برای ما مثل خیانت به گذشتمونه. خیانت به گذشته. چه حرفا. مگه میشه آدم به چیزی که زندگیشو تغییر میده نه بگه؟ گذشته من که فقط یه سری اشتباه بود. یه سری تجربه که باید ازشون درس بگیرم. بالاخره ازدواج کردم با زن بی‌نظیری به نام ژوزفین کینگ. خیلی زود صاحب 3 بچه شدیم. زندگیمون داشت سر و سامان میگرفت. داشتم یه پمپ بنزین میزدم. کنارشم یه غذاخوری کوچیک داشتم. همونجا بود که شروع کردم به فروختن مرغ‌های سرخ شدم با همون ادویه‌های خاصی که خودم کشف کرده بودم. مردم غذاهامو دوست داشتن و برای خوردن اونا صف میکشیدن. خدایا اون سالها بهترین سالهای عمرم بودن. فکر میکردم دیگه رسیدم، فکر میکردم دیگه همه چی خوبه. اما زندگی همیشه یه راه جدید برای سورپرایز کردن تو پیدا میکنه. یه بزرگراه جدید ساختن که متاسفانه از منطقه ما رد نمیشد. پمپ بنزینم، غذاخوریم، زندگیم، همه چی نابود شد. تمام پسندازم از بین رفت و تمام امیدم برباد رفت. اون روزا وقتی اعلام ورشکستگی کردم حس کردم تمام دنیا داره رو سرم خراب میشه. 65 سالم بود و تبدیل شده بودم به یه پیرمرد ورشکسته، بی پول و مستعسل. فقط یک چیز داشتم، یه دستور پخت خوشمزه که طعمش بی‌نظیر بود. همینو بس. اینجا شلوغ‌تره، شاید اینجا مردم دنبال چیزای جدید باشن. توکل به خدا. سلام آقا، رستوران ما الان تعطیله، برای شام آماده میشیم. بله متوجهم، فقط میخواستم یه نمونه از مرغ سرخ شدم رو بهتون نشون بدم. یه دستور پخت منحصر به فرد که میتونه قوقا بپا کنه. آقا ما ریسک نمی کنیم، ما مشتریای ثابت داریم، نمیتونیم با یه محصول جدید ریسک کنیم و اونا رو از دست بدیم. متاسفم. ریسک نمی کنن. من تمام زندگیمو ریسک کردم. هر بار که افتادم دوباره بلند شدم. هر بار که بهم خندیدن لبخند زدم و ادامه دادم. اگه ریسک نمی کردم الان تو ماشین نبودم، تو همین جاده های لعنتی. اگه ریسک نمی کردم هنوزم همون بچه یتیم 7 ساله بودم که نمیدونستم شب رو کجا سر کنم. بعد از ورشکستگی تنها چیزی که برام مونده بود مستمری تامین اجتماعی بود. فقط $100 در ماه. $100. با اون $100 چطور میتونستم زندگی کنم؟ چطور میتونستم زنده بمونم؟ همون موقع بود که یاد دستگاه‌های بخارپز افتادم. یادم اومد که چطور میشه با اونها مرغ رو خیلی سریع‌تر و با کیفیت‌تر پخت. شروع کردم به سفر کردن، به فروش دستگاه‌های بخارپز. همون موقع بود که تصمیم گرفتم دستور پخت مرغم رو هم به رستوران‌ها پیشنهاد بدم. بهشون بگم که چطور میتونن از این دستگاه استفاده کنن و مرغ من رو بپزن. صدای قرقر شکمو میشنوم. یه گاز از ساندویچی که از صبح تو داشبورد مونده میزنم. سرد و بی‌مزه است اما چاره‌ای نیست. باید انرژی داشته باشم. باید برای بعدی آماده باشم.
سلام آقا، من اومدم یه پیشنهاد همکاری بهتون بدم. یه سیستم فرانچایز. میتونید با دستور پخت من مرغ رو تو رستورانتون بفروشید و سود بیشتری کسب کنید. فرانچایز؟ آقا ما اینجا برند خودمون رو داریم. ما 30 سال اینجا کار میکنیم. مردم ما رو میشناسن. ما به برندسازی شما نیازی نداریم. ما با فرانچایز شما هیچ نیازی نداریم. ما به چیزی که با زحمت خودمون به دست آوردیم اعتقاد داریم. برو آقا، برو پی کارت. برو یه دفتر دیگر رو پیدا کن که این حرفا رو باور کنه. برند سازی. خب من هم یه برندم. من هم با زحمت خودم این چیزا رو به دست آوردم. هر چیر و چروک صورتم یه داستانه. هر لرزش دستم یه تجربه است. این پیرمردی که میبینید یه عمر با خودش جنگیده تا چیزی رو بسازه که الان داره به شما پیشنهاد میده و شما به راحتی پسش میزنید. یادم اون روزا صدها بار نشنیدم، صدها در برون بسته شد، گاهی تو بارون، گاهی تو برف، گاهی تو آفتاب سوزان. از یه شهر به شهر دیگه میرفتم، از یه رستوران به رستوران دیگه. تو ماشین میخوابیدم، ساندویچ های سرد و بیمزه میخوردم. گاهی اوقات دلم میخواست همه چی رو ول کنم و برگردم، برم یه گوشه بشینم و منتظر مرگ بشم. اما هر بار که این فکر به ذهنم میرسید یاد اون طعم میافتادم، یاد اون مرغ، یاد اون ادویه ها. انگار یه چیزی تو وجودم به هم میگفت تو هنوز نرسیدی هالند، تو هنوز کار داری. نمیدونم چند تا نشنیدم، 1000 تا، 2000 تا، شایدم بیشتر. فقط میدونم که بعد از 1009 تا نه، بالاخره یه آره شنیدم. یه رستوران کوچیک تو یوتا. صاحبش بهم اعتماد کرد، گفت بیا ببینم چی داری. و بعد از اون همه چی عوض شد. اون آره که تو یوتا شنیدم کلید یه امپراتوری بود، امپراتوری که هیچ وقت فکرش هم نمی کردم یه روزی واقعا ساخته بشه. از اون یک آره هزاران آره دیگه بیرون آمد. شعبه های امپراتوریم یکی یکی باز شدن. مردم طعم مرغ کنتاکی را کشف کردن. اون طعم که از بچگی تو ذهنم بود حالا تو سراسر دنیا شناخته شده بود. اون پسر بچه یتیم 7 ساله، اون کارگر معدن، اون فروشنده ورشکسته بیمه حالا شده بود کلونل سندرز. آره من هالند سندرز هستم و هنوزم به مرغم اعتقاد دارم، به طعمش، به قدرت خوشحال کردن مردم و تا وقتی که نفس دارم، تا وقتی که این ماشین بتونه حرکت کنه، من هم به راهم ادامه میدم. کلونل سندرز در سال 1980 زمانی که حدود 6000 شعبه رستوران KFC در سراسر جهان افتتاح شده بود، در سن 90 سالگی فوت کرد. خب نظرتون چیه؟ دوست دارین این دفعه داستان زندگی چه کسی رو تعریف کنیم؟ حتما در کامنت ها به ما بگید و لطفا اگر به این نوع محتواها علاقه مندید در کانال ما عضو بشید.